به به، سلام بر کولاکی های عزیز، خوش اومدید به یک ویدیو. بچه اولا قبل از شروع هرچی ببخشید من چند وقتی که ویدیو نذاشتم، واقعا اون مدرسه و درس ها و اونا ولش و خلاصه ببخشید که من وقتشو نداشتم ویدیو بزنم، ولی از این به بعد قرار ویدیو بذارم تو این چنل من. قرار ویدیوهای هر هفته 2-3 ویدیو قراره به بیرون میدم و تلاش خودم رو زیاد میکنم. حالا موضوع این ویدیو است چه قراره؟ امروز قراره که ما یک بمب درست کنیم. حالا میگید چه بمبی؟ بمب چه بود؟ بمب شیمیایی یکی داره تو خونه همتون پیدا میشه. بذار بریم وسایلی ها این ویدیو بیارم. 2000 years later. اومدم. دو تا است مهمترین وسایل های این سرکه و جوش شیرین هستش. جوش شیرین یکی از مهمترین از اینا هستش. سرکه و جوش شیرین از مهمترین ساخت از این بمب هستش. ما قراره که سرکه رو در این بطری های آب خلاصه هر بطری پر کنیم. نه اول سرکه رو پر میکنیم و بعد جوش شیرین رو میریم میترکه بوم تبدیل بوم هیچ تبدیل بوم میشه میترکه. بهترین راه ترکه سازی هم. بریم شروع کنیم. بزن بریم. خب بزن بریم شروع کنیم. اول سرکه رو میبریم و توی این بطری های پلاستیکی همونجور میریزیم. خب یه لحظه باز میکنم. اینم سرکه رو باز میکنم بزن خب بیفته. باز نمیشه. خب به مقدار لازم من سگی همینجور میگیم آبشو خالی کنم. آبشو میگیم کافی اینگه. آره کافی. خب بذار من اینو درشو ببندم. خب بسته نشی میذارم همینجورم. خب بسته شد. خب حالا میگی باید چیکار کنیم؟ آره ببین حالا باید اینو میذاریم کنار. یک بادکنک میریم. بادکنک همال با ببینیم باد میشه یا نه. خب جوش شیرین عادی. ببین جوش شیرین اینجا چیه نمیفته ولی نمیشتم جوش شیرین. ببین درشو میندازیم پایین. این بلبلک اینجا که باش باد میشه رو میبینی. یک قاشق کامل برمیداری و اگر دوربین اینو بذاره بکش کنه میریزیم توش. 99% به بیرون. بری اینجا بریش تو. بری اینجا بریش تو. تموم شد. اینقدر پاش اندرم که کافی باشه. اگه کافی نباشه بازم میشه کافی. اینم درشو میبندیم. حالا ما باید چیکار کنیم؟ این بادکنک رو میبینیم. اینو باید اینجوری هنوز نه بذاریم اینجا بپیشیم تو اینجوری سریع. آفرین دیدی خیلی راحت و ساده. امیدوارم که هنوز نتیرم. خب دیگه میشه ببین. آره یکم هم جلوتون بیام راحت تر دیدی بشه. بعد از اینکه اینجا ریزم کردیم اینو برکردیم. 1 2 وای باد داره واقعا باد میشه. وای نتیرم آواز ماهشو نتیم کیف کن. وای ما میبینید الان اینجا
صداش نمیشنوی، ولی یه لحظه بذار من بذارم صداش ببینی. اونم صداش بیاد. داره باد میشه و همینجوری داره باد، همینجوری ببین، همینجوری باد میشه. حالا آزمایش بعدی هست قراره که همین بطری بکنم تو چونش دوباره همین شرکت پر کنی ولی بادکنک نزنی، در روشو ببندیم. چی میشه قرار آخر سر یک موشک که تونستم موشک درست کنم. آره امیدوارم صداش به خیلی بد نباشه. همسایه ها خوابیدن، فوش میدن از خیلی زیاد شد، شرکت خیلی زیاد شد. کم میکنم کردم نه خیلی زیاده بگم، خیلی زیاده. اول یکم کم میریزم چون نمیدونم صداش چیه. باید این و اینم از خب ببینیم الان من اینو میذارم اینجا، باید آماده باشم. اینم خب یه قاشق هستش، تمام اینو میذارم حالا باید نه استرس بریزم چی میشه؟ واه ترسناکه توسی نکره که باید یکم سرکشو و اون چیزشو زیاد کنم. پس با چی میگن با این بزرگتر، با بطری بزرگتر، آره اینو که میبینی اینو خالی میکنیم، آبشو خالی شد. خب اون دردشو میندازیم پایین، اینو میگیریم میدارم همین اون سرکش. بلش کن میخواد شما بلش کن. میریزم بازم میریزم. بس دیگه خیلی زیاد شد. خب حالا بذار روبرو برم دوباره میام اینجا یا میذاریم این گبل بطری اینجوری چطور تو کشیده ریخته. خب حالا یک قاشق پر پیمون میریزیم توش درشو ببن دوباره کسی بایچا. من دیگه شرکه برام مهم نیست، فنگر میریزم تمام. اینجا برای آخر میخوام بوم درست موشک این ببینه. خب هزار این همه سرکه این درش آدم بذار اینجا میام و یک مشت توش شیرین بر سر اون میریزم. شد نشد و دوباره کسی. من تسلیم نمیشم. این دیگه آخرین چیزی که واسم مونده خود گربه سرکه است. بزنیم درش اینم درش. من دلیل نتریکت اونها رو فهمیدم. این بود که
اونها از درشون هوا خارج میشد و نمیترکید. الان من این رو دستش رو چفت میکنم محکم که اصلا نترکید. خب بزن بریم شروع کنیم. بذار بریم. من اینو میام جوش شیرین یادم نره. میام اینو میزدم و جوش شیرین یک قاشق هرچی یک قاشق زیاد درشو محکم چفت میکنم. بذار ببینیم چی میشه. این نبود از این ویدیو میبینید که هر کاری کردم این نترکید، این بیشرف، این بیشور نترکید. شما اصلا نگران نباشید، شکست آدم رو قوی‌تر میکنه. پس شما تو کامنت ها بگید ویدیو بعدی چی باشه. اگه نگفت امیدوارم که بگید امیدوارم که از این ویدیو خوشون اومد. لایک و سابسکرایب نره و شکست آدم رو قوی‌تر میکنه. بای بای. من باید اینا رو یه جوری بهتر کنم. حالا اینا رو چی جمع کنم؟ این باشه ریدم به خودم. اما برو زمین مگه کسافت پاپت همین رو من بکنم اصلا اون گاچو جمع کنه بیر الان نیاز نخواست جمع کن